تصور کنین یه شب تاریک توی جنگل‌های آفریقا هستین. صدای طبل‌های عجیب به گوشتون میرسه، سایه‌هایی در تاریکی تکون میخورن و شما نمیدونین قراره با چی روبروشین. امروز قراره با هم به اعماق یه دنیای ترسناک و ناشناخته سفر کنیم. جایی که مراسمات جادوگری هنوز نفس میکشه و قراره 5 تا از ترسناکترین و عجیبترین مراسمات جادوگری در آفریقا رو بهتون معرفی کنم که با شنیدنش دیگه نمیتونین شبها راحت بخوابین. شماره 1، مراسم نکادی. اولین توقف ما در قلب جنگل‌های کنگو هست. جایی که یه مراسم مرموز و به شدت ترسناک به نام نکادی برگزار میشه. توی این مراسم مردم محلی معتقدن که میتونن با ارواح جنگل ارتباط برقرار کنن. این مراسم معمولاً در نیمه شب و در اعماق جنگل انجام میشه. شمنهای محلی با پوشیدن لباسهای ترسناک و نقاشیهای عجیب روی صورت شروع به فراخواندن ارواح میکنن. چیزی که این مراسم رو وحشتناک میکنه استفاده از حیوانات قربانی و ریختن خون اونها روی شرکت کنندگان برای پاکسازی از ارواح خبیثه. شایعاتی هست که بعضی از افراد بعد از شرکت توی این مراسم به جنون رسیدن یا حتی دیگه هرگز دیده نشدن و هیچ کس نمیدونه که واقعاً چه اتفاقی براشون افتاده. شماره 2، مراسم مپولوندو. در موزامبیک یه مراسم خوفناک به نام مپولوندو وجود داره که دل هر شنونده‌ای رو میلرزونه. این مراسم به افتخار موجوداتی به نام مپولوندوها انجام میشه که گفته میشه ارواح مردگان و محافظان زمین‌های کشاورزی هستند. توی این مراسم شمنها با استفاده از مواد مخدر خاص و وردهای جادویی به حالت خلسه عمیق میرن و مدعی هستن که با ارواح ارتباط برقرار میکنن. نکته جالب اینجاست که افراد شرکت کننده باید در مراسم رقص با ارواح شرکت کنند. شمنها با چشمانی باز و بی حرکت با صدایی لرزان شروع به خوندن وردهایی میکنن که روح‌ها رو به حضور در میون مردم فرا میخونه. تو این لحظه هیچ چیز دیگه تحت کنترل نیست. شرکت کننده ها شروع به لرزیدن میکنن، چشماشون میچرخه و گاهی از دهنشون کف بیرون میاد. اونا معتقدن که ارواح مپولوندو وارد بدنشون شده و بهشون قدرت‌های فراتبیعی میده. ولی این تمام ماجرا نیست. بعضیا میگن که بعد از مراسم این ارواح هرگز اونا رو ترک نکردن و شبها با سایه‌های عجیب زندگی میکنن. شماره 3، مراسم بودا. یکی از مراسمات ترسناکی که در تانزانیا برگزار میشه بودا نام داره که معتقدن از دوران باستان به جا مونده. این مراسم مخصوص جادوگرهای قبیله‌ایه که معتقدن میتونن به نیروهای شیطانی دستور بدن. افرادی که در این مراسم شرکت میکنن باید از آزمون‌های وحشتناکی عبور کنن، مثل راه رفتن روی زغال‌های سوزان یا خوردن سموم کشنده، و اگه کسی بتونه از این آزمون‌ها زنده بیرون بیاد به عنوان یکی از قدرتمندترین جادوگران سیاه شناخته میشه و ثابت میشه که به تسلط کامل بر ارواح رسیده. چیزی که این مراسم رو ترسناکتر میکنه داستان‌هایی هست که میگه بعضی از شرکت کننده ها بعد از مراسم به جنون رسیدن یا به طرز مرموزی ناپدید شدن. شماره 4، مراسم کوچی. در اتیوپی یه مراسم بسیار قدیمی و ترسناک به نام کوچی وجود داره که هنوز هم در برخی از قبایل دورافتاده برگزار میشه. این مراسم مخصوص پیشگویی و ارتباط با ارواح اجداد قبیله است. افراد برای شرکت در این مراسم باید به جنگل‌های تاریک و خطرناک برن و مدت چند روز رو در تنهایی و تاریکی مطلق بگذرونن. در این مدت افراد وارد حالت خلسه میشن و معتقدن که ارواح اجدادشون به اونها ظاهر میشه و آینده رو براشون آشکار میکنه و راهنماییشون میکنه. اما این مراسم خیلی بیشتر از یه ملاقات ساده با ارواحه. شرکت کننده ها اغلب بعد از مراسم ادعا میکنن که ارواح اونا رو تعقیب میکنن. هر شب به خوابشون میان و اونها رو تا مرز جنون میبرن. بعضی از افرادی که در این مراسم شرکت کردن دیگه هرگز مثل قبل نشدن. شماره 5، مراسم نگوما. در نهایت میرسیم به مراسم نگوما در آفریقای جنوبی. این مراسم مخصوص کساییه که میخوان به جادوگران سیاه تبدیل بشن. شرکت کنندگان در این مراسم باید سموم کشنده‌ای که از استخوان‌های مردگان و حیوانات تهیه شده را بنوشن.
این سمها اونا رو به حالتهای شدید روانی دچار میکنه که ادعا میکنن در این حالتها میتونن به دنیای مردگان سفر کنن و با ارواح ارتباط برقرار کنن. اما این مراسم بیشتر شبیه به یه بازی با مرگه. اونایی که از این آزمون جون سالم به در میبرن معتقدن که به قدرت‌های فراتبیعی دست پیدا کردن، ولی در مورد اونهایی که زنده نمیمونن هیچ کس نمیدونه که چه بلایی سرشون اومده. شاید ارواح مردگان اونا رو به دنیای خودشون برده باشن. به نظر شما کدوم مراسم عجیب‌تر و ترسناک‌تر بود؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بهمون بگین و یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین.